بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام خانم ها آقایان محترم، مسلمانان معزز، هم نفسای دوست داشتنی یاد خدا، الهی که خوب باشین. الحمد لله رب العالمین که این چند برنامه ما هم یاد خدا درش جریان داره، هم یاد حبیب خدا و آخرین سفیر خدا در زمین، یعنی محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، و برنامه متبرک هست به ذکر و نام و یاد ایشان و داریم از قشنگی ها و زیبایی ها و ویژگی ها و مختصات اخلاق و رفتار پیامبر عظیم الشأن اسلام که برای همین هم مبعوث شدن، یعنی برای اتمام رساندن اخلاق، صحبت میکنیم و میشنویم و یاد میگیریم از متخصص و بلد راه برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین اکبریان عزیز که این نوبت هم افتخار دارم محضرشون باشم. آقا سلام عرض کردیم. خیلی خوشحالم. علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب خدمت شما همه بینندگان محترم. انشالله که به مدد آقای عزیز و بزرگوارمون پیغمبر خوبی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم متصف به محاسن اخلاقی باشیم الهی آمین. و انشالله در دو دنیا دستمون از دامان با برکتشون کوتاه نباشه. الهی آمین. انشالله به برکت دعای خیر شما. اگه موافق باشین یه خلاصه کوتاهی ببینیم از برنامه گذشته و بعد در خدمت شما باشیم. بفرمایید. با افتخار این نوبت از برنامه هم محضر آقای اکبریان عزیز مرور خواهیم کرد کتاب شریف سنن النبی رو، اثر گرانسنگ و به شدت ماندگار و خواندنی حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه و احادیثی رو که ایشان گلچین کردن از خلقیات و آداب پیامبر عظیم الشأن اسلام رو حاج آقا هم گلچین کردن و دارن توی این برنامه ها به اختصار با توجه به وضاحت برنامه تبیین میکنن. آقا بسم الله در خدمتی. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر ما یه خصوصیاتی داشتن منحصر به فرد، یعنی توجهاتی که خدا به این شخص اول عالم داشت ایشون رو منحصر به فرد کرد. خصوصیت اخلاقیشون هم منحصر به فرده، اما بهره برداری از این شخصیت اون چیزیست که وظیفه ماست. پیغمبر ما هم کسانی هستیم که باید تأسی بکنیم به این پیغمبر، یاد بگیریم، راهنمود بگیریم و استفاده بکنیم و تو زندگیمون به کار ببریم. یکی از نکاتی که از زندگی پیغمبر استخراج میشه، بهره برداری میشه، که تو نماز هم میخونیم، میگیم که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. پیغمبر اول عبد خدا بود، بعد پیغمبر. عبودیت پیغمبر که یکی از نشانه ها و یکی از اون چیزهایی که نشانگر عبودیت پیغمبر بود عبادت هاشون بود، این قابل بحثه. عبادت های پیغمبر ببینید تو همین کتاب شریف هست، میفرماید کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ینتظر وقت الصلاة. یکی از خصوصیات پیغمبر این بود که حضرتشون منتظر وقت نماز بودن، انتظار میکشیدن برای نماز، منتظر بودن موقع اذان و نماز بشه بعد حضرت اقامه صلات بکنن. بعد یه جمله‌ای داشتن، یقول لمؤذنه، پیغمبر به مؤذنشون بلال میفرمودن که ارحنا یا بلال. انقدر که منتظر بودن، بلال اذان بگو ما رو خوشحال کن. اذان مایه مسرت پیغمبر بود. حالا این پیغمبریه که آسمان‌های هفتگانه دیده، این پیغمبریه که قاب قوسین او ادنا، انقدر مقرب به خدا. این پیغمبر منتظر نمازها، یعنی به اون فهم رسیده دست از این نماز بر نمیداره. اگر توجهمون به نماز کمه، توجهمون به عبادت کمه، خصوصا تو خانه و خانواده، یه قدری باید تجدید نظر بکنیم. خیلی خوبن، خصوصیت اخلاقی خوب دارن، اما
یه موقع‌هایی می‌بینیم نسبت به نماز کوتاهی میکنن. بله. این پیغمبر که انقدر خوب بود، انقدر مقرب بود، انقدر عظمت داشت، می‌فرماد اذان بگو ما رو خوشحال کن که ما وایسیم نماز بخونیم. نماز خوندن برای پیغمبر انقدر شوق و ذوق داشت حضرت که موقع اذان بشه نماز بخونه. ما نمیتونیم از دو بعد وجود خودمون که غافل بشیم. کسی میتونه اینو نفی بکنه که من همینم؟ ما یه ملک داریم، یه ملکوت داریم. بله. دو بعد اصلی ماست. اگر از این بعد دومی غافل بشیم به هر میزان به خودمون جفا کردیم. ما بیشتر ملکوتی هستیم تا ملکی. به خاطر همینه یه موقع‌های آدم کم میاره توی این عالم ملکی، کم میاره. قرآن میفرماید شما همونجوری که ماشین یه موقعی تو سربالایی ها که میره باید با دنده سنگین تر بره دیگه که کم نیاره. فرماید شما هم احتیاج به کمک دارید تو این سربالایی های زندگی. استعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیرید. ما نیاز داریم که از این نماز کمک بگیریم. نماز برای ما موضوعیت داره، باید بهره برداری بکنیم، نباید غافل بشیم از بعد ملکوتیمون. انشالله خدا کمکمون بکنه که در این مسیر کمک بگیریم از انواع عبادت ها، از جمله نماز و روزه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بریم و برگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوش به حال کسایی که واقعا اینقدر معتقدن، باور دارن، یقین دارن که سختی‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات زندگیشون رو با عبادت، با نماز، با روزه، با اینها مرتفع میکنن، حل میکنن. گشایش زندگیشون ایناست. ابن سینا میگه من هر جا توی مسیر تحقیقات علمی به بنبست میرسیدم با خودم خلوت میکردم، 2 رکعت نماز میخوندم، به برکت این 2 رکعت نماز گشایش حاصل میشد و ادامه مسیر تحقیقات و اینا. آجا در خدمتیم. خواهش میکنم. کمک گرفتن از عبادت، عرض کردیم که راه رو برای ما باز میکنه دیگه. فرمود که کمک بگیرید از نماز. ما تو این سربالایی ها کم که میاریم، فشار زندگی، فشار مشکلات که بر ما غلبه میکنه، توجه به اون بعد دومه میتونه ما رو خیلی کمک بکنه. البته ما که میگیم نماز یه مصداق از عباداته. عبادات به صورتهای مختلف هست و انواع مختلف داره که بهترینش نمازه. اما چند مدل دیگه از عبادات که اینها هم در سیره پیغمبر بودم خوبه که بهش اشاره بکنیم و بهش بپردازیم. چند مدل عبادت رو من خدمتون میگم. یه قسمی از عبادات ما که نمازم شاملش میشه عبادات جسمیه. یعنی شما با ارکان و اعضا و جوارحت عبادت میکنی. نماز که میخونی خب عبادات جسمی محسوب میشه. نگاه به قرآن عبادت چشمه. شما قرآن نخونی، فقط نگاه کنی به مصحف، این برات عبادت. نگاه محبت آمیز به پدر و مادر، شما یه جوری به پدر و مادر نگاه کنی، این محبت از این نگاه و با این نگاه تو امان باشه، این عبادت. این خودش یه مدل عبادته. همیشه عبادت اون مفهوم سجاده نشینی رو نداره. تو خیلی از اوقات ما میتونیم اهل عبادت باشیم. کمک کردن به دیگران میتونه. حالا آره این مصادیقش متنوعه. یه موقع شما همون کاری که شما اینجا زیاد انجام میدید، استماع موعظه میکنید، اینجا همه بیننده ها شما اینجا همه صحبت ها رو گوش میکنید، این خودش یه عبادت دیگه. همین شنیدن نکات خوب، استماع حرف اهل بیت، روایات، آیات، این خودش ثوابه، خودش عبادت گوشه. یه بخشی از عبادات جسمیه. یه روایتی هم داره پیغمبر میفرماد الا اخبرکم به ایسر العباده، میخواید بهتون بگم راحت ترین عبادت چیه؟ گفتن که آقا سراپا گوشیم، بفرمایید. پیغمبر فرمود این عبادت برای بدنم زحمتی نداره و اهونها علی البدن. چیه آقا؟ فرمود 2 چیز، الصمت و حسن الخلق. 2 چیزی که عبادته ولی هیچ کاری لازم نیست انجام بدی. سکوت،
گاهی سکوت کردن مصداق عبادت میشه، کمتر حرف زدن، بله. بیشتر بهره بردن، بیشتر شنیدن، بیشتر یاد گرفتن. و حسن الخلق، شما بد اخلاقی نکن، این میشه عبادت. با رفتار خوبت، با تنظیم مناسباتت با مردم میتونی عبادت کنی. اینم یکی. بعدی یه مدل عبادت داریم مربوط میشه به قلب و فکر، عبادات قلبی و فکری. یه حدیث از امام رضا یادم افتاد. بله. همون عبادت به زیادی نماز و روزه نیست، به اندیشیدن در امر خداست. احسن. یکی از مصادیق عبادت فکر همین فکر کردن، تفکره. البته با مبنا. به چی فکر کنیم؟ چجوری فکر کنیم؟ این مطالعه که آدم میکنه خب بهش مبنای اندیشیدن میده. من همطور بشینم یک ساعت، اینکه فرمود تفکر و ساعتن افضل، این یک ساعت فکر کردن، همینجوری بشینیم فکر کنیم. به چی فکر کنیم؟ با مطالعه تفکر کردن، اینو همزمان، یعنی جهت دادن به تفکرم خیلی مهمه دیگه. بله. شما وقتی یک چیزی رو مطالعه میکنی، کتاب خوب میخونی، این کتاب خوب مطالعت رو بهش جهت میده، تفکرت رو جهت دار میکنه، جهت صحیح بهش میده. این تفکر سازنده است، میشه عبادت فکر. یکی دیگه هم داره خوشگمان بودن، این عبادته. بعضیا بدگمانن به هم، بدبینن. حسن زن عبادت فکره. خدا میفرماد مگر در مواردی که باید دقت کرد و بدگمان بود و نمیدونم فاسق طرف و میدونی طرف دشمنه، غیر از این شما حق نداری به همه بدگمان باشی، سوء ظن داشته باشی. خوشگمانی و البته رعایت جوانب احتیاط ها. بعضی از این خوشگمانیشون هم ضربه میخورن. میگه آقا رفته مثلا یه چیزی خریده، قرارداد ننوشته، یا من فکر میکردم آدم خوبیه. نه، همین قرآنی که گفته خوشگمان باش، همین قرآن گفته بنویس، ثبت و ضبط کن، کارتو محکم کن. اینم یه قسم عبادت فکره. دل چه عبادتی داره؟ فرمود هر دلی که محبت محمد و آل محمد علیهم صلوات الله درش باشه، این دل هم ذاکره هم عابده، این عبادت داره میکنه. دلی که یاد اهل بیت درش باشه و بیزاری از ظلم دشمنان اهل بیت و هر ظالمی تو این عالم. شما میشنوی فلان جا فلان ظلم داره اتفاق میفته، ازش ابراز تنفر میکنه، تو دلت راضی نیستی، این عبادت دله، عبادت قلبه. این تفکری که عرض کردیم، علما همیشه میگن که این 3 رکن رو داشته باشید دیگه. شما از صبح تا به شب 3 رکن رو طبق دستور بزرگان باید داشته باشی که بالاخره مراقبه و محاسبه و اینا، این مشارطه‌ای که شما از ابتدای روز برای خودت قرار میدی، بعد در طول روز حواست هست، آخر سرم میای حساب و کتاب میکنی، این یه بخشیش تفکر صحیح دیگه، یعنی عبادت فکری هم هست. درست. شما مدام مشغولی. همینطوره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما عراقی رو، کسی اومد پیش ایشون گفت آقا یه موعظه برای من انجمن موعظه کنید. آقا فرمودن که چه کاره ای؟ گفت من در و پنجره سازم. آقا فرمود ببینم برای دلت هم یه در درست کردی تا حالا؟ ببینید بهره برداری چجوریه مصداقی. برای دلت برو یه در بساز، آخه اینو رو قلبت قرار بده، این در رو به روی هر کسی باز نکن. این قلب که محل نزول ملائکه است، خانه خداست، به روی هر کسی اجنبی نباید باز بشه. برو یه در بذار روی این دل، به روی هر کسی باز نکن. امیرالمومنین اینطوری امیرالمومنین شد. بله، القعود علی قلبی. آره، گفتن که در خونه قلبم نشستم، هر کس و هر چیزی غیر از خدا خواست داخل بشه راهش نداد. اینجوری شد من شدم امیرالمومنین. یه قسم دیگه از عبادت‌های اجتماعیه که باز پیغمبر ما تو این زمینه هم سرآمد بودن. در اجتماع پیغمبر چقدر هم دغدغه خیررسانی داشتن. فرمود که تو همین کتاب پیغمبر نمازشون که تموم میشد
میشستن مشکلات مردم رو حل میکرد. اگر پیغمبر داشت نماز میخوند، یکی میومد متوجه میشد که پیغمبر متوجه میشدن این کار داره، سریعتر نمازشون میخوندن، بعد میفهمیدن مشکلی داری، کاری داری برات انجام بدن. این دغدغه داشتن. طبیب دوار به طبه. بله، میگشت دنبال مشکل دارا. آه. آقای مهربون ما، پیغمبر ما که بهترین اسوه است، نمازش تموم میشد مشکلات مردم رو حل میکرد. عبادتی شاید در همین مباحث اجتماعی بالاتر از این نباشه. گره‌ای از کار مردم بتونه آدم یه کاری بکنه. خیلی دستشون بر میاد که یه قدمی بردارن برای یه نفری، برای چند نفر، برای یه گروه. یه قسمی از عبادات ما عبادات اجتماعیه. امام باقر علیه السلام روایت داره فرمود که بهترین اعمال، اون اعمالی که خدا خیلی دوستش داره، احب الاعمال الی الله ادخال السرور فی قلوب المؤمنین. ادخال سرور رو بعضی اشتباه معنی میکنن، میگن آقا شوخی کردن، خندیدن. ادخال سرور فی قلوب المؤمنینه. خندیدن ظاهری مهمه یا اینکه طرف واقعا خوشحال بشه؟ یه گری از کارش باز بشه خوشحال میشه دیگه. شما بگید آقا ما میخوایم اینجا 5 دقیقه بخندیم، لبخند بزنیم. خب این آقا هزار یک مشکل و گرفتاری داره، ممکنه یه لبخند لطیفه بشنوه، یه لبخندی بزنه. اینی که حضرت فرموده معنیش چیه؟ میفرماد برو یه مشکلی ازش حل کن که واقعی بخنده. آقا شما یه دردی ازش دوا کن، یه مشکلی از مشکلاتش رو حل کن، در قلب و جانش وارد کن، دلش شاد بشه، لبش بعد خندون میشه، دقیقاً مشکلش حل بشه. شادی واقعی اینکه مثلا شما دستت باز، توانایی مالی داری، یه جهیزیه تهیه بکنی. آره. یه کسی که توانایی مالی نداره، منتظره میخواد ازدواج بکنه، براش مانع زدایی بکنی، براش مشکلاتش حل بکنی، چقدر خوشحالی ایجاد میشه. این عبادت اجتماعیه. یعنی آدم تو اجتماع در بین مردم میتونه یه کارایی بکنه که خیلی هم خدا دوست داره. اما باز اینجای پرانتز باز میکنم، هیچ کدوم از اینها نفی نماز رو نمیکنه. بعضی دنبال جایگزین کردنن. اون ستون دینه. میگن آقا ما این کارا رو میکنیم، خدا اینا رو بیشتر دوست داره. دقیقاً. اشتباه میکنیم. خدا هر چیزی رو جای خودش میخواد. شما میخوای از کشور خارج بشی، کارت ملی بدی، میگه آقا من دارم میرم، میخوام برم فلان کشور. میگن اینجا پاسپورت. اینجا اینو میخواد. خدا بعضی چیزا رو سر جای خودش میخواد. میگه این جای خودش، اون جای خودش. عبادات فردیت، نمازت جای خود، عبادات اجتماعی هم جای خود. میخوای خیررسانی داشته باشی، میخوای پل بسازی، مدرسه بسازی، مشکل حل کنی، خیلی خوبه، اصلا یه قسم از عبادته. اما هیچ وقت جای نمازت رو نمیگیره. حتی اینکه امام رضا علیه السلام فرمود که اگر میخوای اونا قبول بشه، شرطش باز نمازه. یعنی نمازت ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سوا، نمازت پذیرفته بشه، بگن آقا نماز خون بوده. امام رضا جانمون فرمود که عامل پذیرش بقیه است این نماز. چقدر اهل بیت در مورد نماز صحبت کردن، چقدر خودشون نسبت به نماز دغدغه داشتن و در کنارش خیررسان هم بودن. این مثالتون رو کامل کنیم، همین که میخوای از کشور خارجی، اونجا پاسپورت میخوان، هر کارتی بدی برای اون قابل قبول نیست. برای رد شدن از اون دنیا اولین پرسش که میپرسن کارت نمازه. شما اگه کارت نماز نداشته باشی نمیتونی رد شی. حالا هر چی آقا من این همه خیر رسوندم، این همه کار خوب کردم، نه نماز چی؟ اونجا موضوعیت با اولین نماز. پرسش. بله. یه بخش دیگه هم از عبادات هست، عبادات مالیه. بله. که باز این تقسیم میشه به واجب و مستحب. ما یه عبادات مالی واجب داریم که وجوهات مالی باشه، خمس باشه، زکات باشه، حالا به اونهایی که تعلق میگیره. یه واجبات مالی و عبادت هم هست. چقدر خدا ثواب میده، چقدر روایات ما ترغیب کردن، تشویق کردن که این قسم رو فراموش نکنید. اینکه خدا میفرماد و فی اموالهم حق، من هر پولی که روزیتون کردم همش مال خودتون نیست، یه حقی، یه مقداری، یه قدری از این اموال، از این دارایی هاتون للسائل و المحروم،
یه واجبات مالی داری، زکات داری، خمس داری، یه بخشش هم کمک‌های مالی مستحبیه، انفاق و دستگیری و کمک‌های مالیه. این عبادات مالی که پیغمبر ما فرمود که در همین کتاب فرمود من چند تا چیز رو هیچ وقت ترک نمی‌کنم. یکی از اونا فرمود و مناولت السائل بیدی، با دست خودم دوست دارم به نیازمند کمک کنم. با دست خودم، یعنی خودم خیررسان باشم. این معنیش اینه که من دغدغه دارم. آره. ببینید الان گروه هایی که کمک میکنن به صورت جهادی محض رضای خدا، نمیدونم شناسایی میکنن فقرا رو، اینا زیادن، اینا خیلی ارزشمنده. یه موقعی من پول میدم به اونا، به یه شماره کارتی پول میریزم. یه موقعی نه خودم میام وسط. یه موقع خودم انقدر دغدغه دارم که میگم من این خانواده رو باید کمک کنم، شناسایی میکنم، دستگیری میکنم، حالا تو هر زمینه‌ای که میتونم. پیغمبر فرمود به یدی، خودم، این موضوعیت داره. این قسم عبادات مالیه، من از مال خودم. بله میتونم من واسطه بشم، یه کسی کمک بکنه، کسی از دارایی‌هاش بده، من این وسط باعث کار خیر بشم. اما بانی کار خیر شدن هم خیلی مهمه. خودت دست کن در جیب مبارکت. پیغمبر فرمود من پیغمبرم این کار رو انجام میدم. و آخرین بخش از این کتاب رو بگم که فرمود پیغمبر انه کان اجود الناس، پیغمبر از همه بخشنده تر بود. تا جایی که داشت پیراهن تنش هم میبخشید. کسی انقدر به خودش جرأت داد که این پیغمبر انقدر مهربونه، گفت پیراهن پیغمبر رو به پسرش گفت برو بگیر، که دیگه این پیغمبر آیه نازل شد یا رسول الله دیگه انقدر لازم. این پیغمبر اجود الناس بود، انقدر بخشنده بود. ما که نمیتونیم مثل پیغمبر باشیم، درسته؟ به هیچ وجه تلاش کنیم در اون. اما امیرالمومنین فرمود ولکن اعینونی، ما رو کمک کنید، شبیه ما بشید. مثل ما که نمیتونید بشید. هیچ کس ادعایی نداره و نمیتونه ادعا بکنه، حتی چه برسه عمل کنه. اما شبیه به پیغمبر شدن، شبیه به اهل بیت شدن، متصف به این اوصاف زیبا شدن، یه قدری از همون برمیاد. میطلبه که همت کنیم انشالله. یه قدری خودمون رو نزدیک بکنیم، یه قدری فهممون رو بالا ببریم از دین، از اهل بیت علیهم السلام، که انشالله روز قیامت که میشه پیش پیغمبرمون که میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون موقع ما پشت سر این پیغمبریم دیگه، شرمنده این پیغمبر نباشیم. الهی آمین، الهی آمین. یه جوری باشه که سربلند باشیم پیش این پیغمبر که گفت یه یهودی تو مدینه انگشتر گم کرد، بعد انگشتر گران قیمت، یه مسلمان اینو پیدا کرد اوورد بهش داد، گفت که 2 تا سوال دارم ازت، میدونستی این انگشتر قیمتیه؟ گفت آره خیلی هم نیاز مالی داشتم، میدونستم هم خیلی گرونه. چرا آوردی؟ میدونستی که این انگشتر مال من یهودیه، تو مسلمونی، دوستی بگی آقا مال یهودیه. گفت که نیازم داشتم، اما فکر کردم به این نکته که پیغمبر ما و پیغمبر شما روز قیامت اگر مواجه بشن من و تو هم باشیم، پیغمبر ما پیش پیغمبر شما سرافکنده نشه بگی این پیرو تو بود. انشالله مایه الهی آمین سرافرازی پیغمبر باشیم با اخلاق و رفتار صحیح. انشالله به دعای شما و راهنمودهای شما و مثل شما خدا خیرتون بده، اجرتون با رسول. خیلی استفاده کردیم این چند برنامه، محبت کردید، خیلی ممنونم. این کتاب شریف سنن النبی که الان یه جلدش دست من هست و اصلش به زبان عربیه، به 3 زبان فارسی، انگلیسی و اردو ترجمه شده و ترجمه های متعددی هم داره با شکل های جلد مختلف و متفاوتی.
فرمودن امیرالمومنین خواستن که ماها شبیه بشیم به اهل بیت. این یکی از بهترین منابع است برای اینکه من و شما شبیه بشیم به روش زندگی پیامبر و اهل بیت. ما در حد بضاعت در این چند برنامه بهش پرداختن. آقای عزیزم روایت فرمودن آداب مختلفی هست در سفر و در نظافت و در لباس پوشیدن و خوابیدن و استراحت و خوردن و